خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. بخش دوم کتاب دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران اثر دکتر سید جواد طباطبایی را آغاز میکنیم. نصرالله فلسفی درباره دگرگونی‌های اخلاق و رفتار شاه جوان می‌نویسد: شکست چالدوران در اخلاق و رفتار او تأثیری فراوان کرد. خودخواهی و غرورش به ناامیدی و ملال تبدیل شد. پس از آنکه از دشت چالدوران به تبریز و از آنجا به درجزین رفت، آن شکست را ماتم گرفت. لباس سیاه پوشید و عمامه سیاه بر سر نهاد و دستور داد که عموم سادات نیز سیاه پوشیدند و مانند وی دستار سیاه بر سر بستند. پرده بیرق‌های سپاه را هم به فرمان وی سیاه کردند و بر آنها به خطی سپید کلمه القصاص نوشتند. حتی گفتند که چون یکی از زنانش در همان سال پسری به دنیا آورد، نام او را القاس نهاد. از همان سال نیز در شراب خوری به راه افراط رفت و کاسه سر شیبک خان را که جام شرابش بود کمتر از دست می‌گذاشت. به دنبال این نخستین شکست، شاه عباس با برخی از شاهان اروپایی به نامه‌نگاری آغاز کرد تا در رویارویی با سلطان سلیم متحدانی برای خود پیدا کند و به سال 1523 میلادی در نامه‌ای که به وسیله پتروس راهب فرستاده پادشاه مجارستان که سرزمین او نیز از جانب ترکان تهدید میشد به شارل پنجم پادشاه اسپانیا و آلمان ارسال داشت و نوشت: از شما با اصرار تمام انتظار دارم که در خواهش‌های من دقت کنید. ما باید در ماه آوریل با هم از دو جانب بر دشمن مشترک خیش سلطان عثمانی حمله کنیم. چنانکه از رعایای عثمانی شنیده‌ام، پادشاهان یزدی با یکدیگر در جنگ و جدالند و این مایه حیرت است، زیرا مخالفت ایشان با هم بر جسارت دشمن خواهد افزود. به همین سبب به پادشاه مجارستان نوشتم که از دشمنی با پادشاهان اروپا پرهیز کند. چه می‌دانم که او به عزم جنگ با آن اعلیحضرت سپاهی فراهم کرده و با فرستادن ایلچی می‌خواهد مرا نیز در این امر با خود متحد سازد، ولی من پیوسته درخواست او را رد کردم، زیرا چنانکه شما میگویید می‌خواهم در سعادت و خوشبختی با شما یار باشم. بنابراین لازم است هرچه زودتر به تهیه سپاه اقدام کنید و امیدوارم که برای تحریک و تحریض شما به نوشتن نامه‌ای دیگر نیاز نباشد. این نامه 2 سال پس از ارسال، یعنی 1 سال پس از مرگ شاه اسماعیل، به دست شار که در توله در اندلس اقامت داشت رسید و شار در اوت 1525 در پاسخ به نامه شاه اسماعیل پس از اشاره به شایعاتی که درباره مرگ مرشد کامل به گوش او رسیده بود نوشت: چون پیوسته آرزومند صلح در خاک یزدیان بوده ایم، امید کامل داریم که دیگر کاری جز آن که بنابر میل و اشتیاق مشترک بر ضد ترکان عثمانی به جنگ پردازیم نمانده است. به همین سبب همین فرستاده را باز نزد آن اعلیحضرت باز می‌گردانیم تا مراتب را درباره تصمیم ما به جنگ به عرض برساند. شما نیز مقاصد خود را به توسط کسانی که طرف اعتماد کامل هستند به اطلاع ما برسانید و در این امر هر چه زودتر اقدام شود مناسبتر است، چه ما آماده ایم که با قوای خود و سپاهیان آن اعلیحضرت به جنگ با این دشمن بی آزرم بپردازیم. از سفارت پتروس راهب به ایران نتیجه‌ای به دست نیامد و در سال 1529 شاه نامه دیگری فرستاد که به دربار شاه طهماسب جانشین شاه اسماعیل رسید، اما این سفارت نیز نتیجه‌ای به دنبال نداشت. شاه اسماعیل در اندوه شکست جنگ چالدوران به سال 930 درگذشت و در 19 رجب همان سال برابر با 18 می 1524 فرزند ارشد او طهماسب که 11 سال بیشتر نداشت بر تخت سلطنت نشست. آنچه در حوادث سالهای نخست شاه طهماسب شایان توجه است، رویارویی او با عبیدالله خان فرمانروای ازبک و شکست سپاهیان عبیدالله و نیز حمله سلطان مقتدر عثمانی سلیمان قانونی است که در هر دو مورد شاه طهماسب به رغم اینکه نوجوانی بیش نبود و نیز پراکندگی در صفوف قزلباش که به دنبال مرگ مرشد کامل سر از چنبره اطاعت شاه جوان بیرون کرده بودند، بر دشمن پیروز شد.
در دوره فرمانروایی طهماسپ که بیش از 50 سال بود، از دیدگاهی که ما دنبال می‌کنیم حادثه شایان توجهی رخ نداد. در مناسبات پرآشوب با ترکان عثمانی در مجموع تحول چندانی صورت نگرفت و رفت و آمد با اروپاییان هم همچون گذشته برای حفظ تعادل ناپایدار و رابطه شکننده نیروها در رویارویی با دشمن مشترک یعنی دستگاه خلافت عثمانی ادامه یافت. چنین می‌نماید که نکته پر اهمیت فرمانروایی شاه طهماسپ عدم تعادل رفتار شاه بود که در جوانی سخت به شادخواری و زنبارگی علاقه‌مند بود، اما از آن پس توبه کرد و دستور داد تا در سراسر کشور از مصرف شراب خودداری کنند و در دهه‌های واپسین فرمانروایی چنانکه از گزارش تاریخ نویسان برمی‌آید افسون بر پارسایی بیش از حد و بیمارگونه جز به گرد کردن ثروتی هنگفت و وقت گذراندن در حرم به هیچ امر دیگری ارج نمی‌گذاشت. از این رو شاه طهماسپ در سیاست خارجی نمی‌توانسته است به شاه اسماعیل اقتدا کند و زمانی که توانست هرچند به طور موقت سدی در برابر خطر ترکان عثمانی ایجاد کند، از بسط مناسبات با اروپاییان روی گرداند. شاه طهماسپ به ویژه در واپسین دهه‌های فرمانروایی بیشتر گرفتار مالیخولیایی خود بود تا جایی که حسن بیک رملو می نویسد قاعده آن حضرت آن بود که یک روز ناخن می گرفتی و یک روز دیگر از صباح تا شام در حمام می بودی. وینچنتو دلا ساندری سفیر جمهوری ونیز که در واپسین سالهای زندگی شاه طهماسپ برای تشویق شاه ایران به جنگ با سلطان عثمانی به دربار آمده بود، در گزارش خود به نکته‌های شایان توجه و آموزنده‌ای درباره شیوه فرمانروایی شاه طهماسپ اشاره کرده است که تأمل در آن نکات خالی از فایده نیست. او می نویسد چیزی که بیش از همه در شاه طهماسپ جلب نظر می کند طبع مالیخولیایی اوست که آثار و علایم بسیار دارد، اما مهمتر از همه آنکه 11 سال است که از کاخ خود بیرون نیامده. در این مدت نه یک بار به شکار رفته نه خود را با چیز دیگری سرگرم کرده است. رعیت از این کار سخت ناخشنود است، زیرا بر حسب آداب و رسوم کشور وقتی نتوانند پادشاه خود را ببینند با زحمت بسیار دادخواهی می کنند و فریادشان به گوش دادرسان نمی رسد. از این رو روز و شب در برابر کاخ عدالت به بانگ بلند می گریند و گاه عده این دادخواهان کم و بیش به 1000 تن می رسد. پادشاه این فریادها را می شنود و معمولاً فرمان می دهد که این دادخواهان را دور کنند و می گوید که داوران در کشور نایبان منند و رسیدگی به کارهای دادگستری با ایشان است و توجه ندارد که این ناله ها از جور و ستم قضات و حکامی به آسمان می رود که معمولاً در کوچه و رهگذر کمین می کنند تا مردم را بکشند و این چیزی است که من خود دیدم و بسیاری از مردم نیز این مطلب را به عنوان حقیقت به من گفتند که در دفتر ثبت تظلمات نام بیش از 10,000 تن نوشته شده است که 8 سال اخیر به قتل رسیدند. منشأ عمده این شر و فساد قاضیانی اند که چون مزد خدمت دریافت نمی کنند ناچار رشوه می گیرند و چون می بینند که شاه طهماسپ توجه و اعتنایی به امور قانونی ندارد بر حرص خود می افزایند. لاجرم در سراسر کشور راه‌ها ناامن است و مردم در خانه‌های خود نیز مواجه با خطرند و تقریباً تمام قضات به خود اجازه می‌دهند که دامن تقوا را به لوث سیم و زر آلوده کنند. سفیر ونزی پس از بیان این نکته که شاه طهماسپ میلی به جنگ ندارد و اگر در جنگ نیز درگیر شده از بد حادثه و ناچار بوده است، به نکته‌های دیگری از احوال شاه در واپسین دهه‌های فرمانروایی او اشاره می‌کند. پیش از نقل فقره دیگری از سفرنامه وینچنتو دلا ساندری باید این نکته را یادآور شویم که شاه طهماسپ چنانکه اشاره شد در نخستین سالهای فرمانروایی خود در پیکار با ازبکان و نیز با ترکان عثمانی همچون فرماندهی شایسته عمل کرد. اما در این واپسین دهه‌های فرمانروایی که موضوع گزارش سفیر ونزی است، از سوی تعادل نیروها به نفع ترکان برهم خورده بود و از سوی دیگر شاه دچار خبط دماغ شده بود. وانگهی خطر و تهدید سپاه ترکان عثمانی به ویژه برای جمهوری ونیز جدی به نظر می رسید و به همین سبب سفیر ونیزی بران بود تا شاه را در نبرد با ترکان درگیر کند. اما اینکه شاه طهماسپ به چنین جنگی تن در نداد، افزون بر آگاهی اجمالی او به نامساعد بودن رابطه نیروها
و ضعف عمومی ارتش ایران ناشی از هبوط روحی خود شاه بود که در دنباله گزارش سفیر ونیزی آمده است. او ادامه می‌دهد که آنچه بیش از همه مایه لذت طهماسب است، زن است و زر، و زنان در مزاج او چنان تأثیری دارند که مدتی دراز نزد ایشان میماند و با آنان در مصالح مملکت خوض و غور میکند و اگرچه این پادشاه به غایت خسیس است، میتوان گفت که درباره زنان مصرف است. این پادشاه از مشرق بوکاسینی و از خراسان مخمل و از دیگر پارچه‌های ابریشمی و از حلب پارچه‌های پشمی خواست و فرمان داد که آنها جامه بدوزند و آنها را به 10 برابر قیمت به سپاهیان فروخت. هرچه به او پیشکش کنند هر قدر ناچیز باشد میپذیرد و هرگز در مقابل هدیه‌ای که گرفته است چیزی نمیدهد. شاه طهماسب پس از 54 سال فرمانروایی به سال 1576 میلادی در اوضاع و احوالی نچندان روشن درگذشت و از او 9 پسر باقی ماند. حیدر میرزا که مورد توجه پدر و در زمان مرگ بر بالین او حاضر بود، نوشته ای از شاه در تایید ولایت عهدی خود در دست داشت، اما کوشش او بر اثر دسیسه های دختر شهرآشوب و سیاست پیشه شاه طهماسب که به پادشاهی اسماعیل میرزا که در زندان قهقهه در اسارت به سر می برد متمایل بود، نافرجام ماند و به حرم پناهنده شد. پریخان خانوم که با امیران روملو یک دل بود، حیدر میرزا را لو داد و او در حرم کشته شد. با رسیدن خبر مرگ شاه طهماسب به قلعه قهقهه، اسماعیل میرزا در 22 صفر 984 هجری با سپاهی از قلعه بیرون آمد. در حوالی آن استقرار یافت و به دنبال پیوستن هواخواهان سلطنت او شمار سپاهیان به 30,000 تن رسید. اسماعیل میرزا که جوانی شجاع، بیباک و خشن بود، در زمان حیات پدر توانسته بود بر سپاهیان ترکان عثمانی چیره شود، اما از آنجا که در زمان امارت در هرات و قندهار خیره‌سری پیشه کرده بود، گرفتار خشم شاه شد و نزدیک به 20 سال در قلعه قهقهه که بر بالای کوه سبلان قرار داشت زندانی شد. اسماعیل میرزا پس از خارج شدن از قلعه قهقهه به اردبیل و زیارت مزار جد خود شیخ صفی رفت و آنگاه عازم قزوین شد و همانجا بر تخت سلطنت نشست. چنانکه پیش از این نیز گذشت، شاه طهماسب بیش از 10 سال مقرری قزلباشان را پرداخت نکرده بود. روملو می نویسد که شاه اسماعیل دوم مرسوم قورچیان را که شاه دین پناه مدت 14 سال نداده بود شفقت فرمود، چنانچه مرد مجهولی 100 تومان و 200 تومان گرفت. شاه که به دنبال 20 سال زندان و استعمال انواع مخدرات به مالی خولیا گرفتار آمده و خبط دماغ کرده بود، دست تعرض بر همه مخالفان و به ویژه اعضای خاندان شاهی و برادران خود گشود و در اندک زمانی همه آنان را از میان برداشت. چنانکه اگر مرگ مشکوک و زودرس او فرا نرسیده بود، چه بسا می توانست تومار فرمانروایی صفویان را در هم نوردد. شاه اسماعیل دوم را عادت بر این بود که روزها را بی آنکه به رتق و فتق امور بپردازد در اندرون سپری کند و گاهی شبها به گردش در شهر می پرداخت. او در شب یکشنبه 13 رمضان 985 برابر با 25 اکتبر 1577 میلادی با حسن بیک حلواچی که جوانی به غایت زیبا و منظور نظر آن حضرت بود، تا سحرگاهان سوار بر اسب در کوچه و بازار شهر به گردش پرداخته و مقداری تریاک استعمال کرده بود. این حسن بیک که شاه به او مقید شده بود و مفارقت او را یک لحظه جایز نمی‌دانست، گویا به صحبت اوباش و رندان خوگر شده بود و پریخان خانم نیز مادر او را فریب داده بود تا با هم به کشتن شاه متفق شوند. نصرالله فلسفی می نویسد که شاه اسماعیل دوم به خوردن تریاک عادت داشت و گویا روزی نزدیک به 45 نخود تریاک ناب می خورد. در شب 13 رمضان شاه پس از افطار با خوردن مقداری تریاک شب را به پرسه زدن در کوچه ها گذراند و نزدیک صبح با حسن بیک به کوشکی رفت که در جوار دولتخانه برای او ساخته بود. شاه به خوردن فلونیا نیز عادت داشت و آن شب
در ترکیب فلونیای شاه با توافقی که میان پریخان خانم و جمعی از سرداران قزلباش حاصل شده بود سمی کشنده آمیخته بودند و شاه بیشتر از معمول از آن حبها خورد و به حسن بیگ داد. فردای آن روز شاه مرد و حسن بیگ را مفلوج و بی حرکت یافتند. حسن بیگ رملو نویسنده احسن التواریخ که کتاب خود را به نام شاه اسماعیل دوم کرده است، در وصف سلطنت او که به رغم زمان کوتاه آن شاید بتوان از خونبارترین دوره‌های سلطنت در ایران زمین دانست، می نویسد در سایه عنایت و حمایت آن شهریار گردون غلام باز در هواداری کبوتر در پرواز درآمد و از ترس سیاست پادشاهانه سیمرغ فتنه در پس کوه قاف اعتکاف عزلت و انزوا اختیار کرد و شیر به سان جغد از مأموره عالم رو به خرابها نهاد. او می افزاید جهانیان کرم حاتم و عدل انوشیروان را بر طاق نسیان نهادند و ریاض دین محمدی از نسایم عدل احمدی یومن فی یومن تازه تر و خرمتر گشت. رعایا از ظلمت به سرچشمه حیات رسیدند و خلایق آرمیدند. شاه اسماعیل دوم به رغم آن همه خونریزی و بیرحمی ها شعر نیز می سرود و عجب این که در شعر عادلی تخلص می کرد. ابوالحسن قزوینی در اشاره‌ای به این موضوع عبارتی را می آورد که نقل آن خالی از فایده نیست. او در شعر عادلی تخلص می کرد به خاطر راغم این حروف می رسد که هرگاه ظالمی تخلص می کرد بهتر مناسبت داشت. والتر هینز که در پژوهش خود با عنوان شاه اسماعیل دوم صفوی همه زوایای زندگی شاه اسماعیل را شکافته و به ارزیابی مقام او در پادشاهی صفویان پرداخته، سخنان درستی درباره او گفته است که در زیر 2 فقره از آن را برای روشن شدن مطلب می‌آوریم. او با اشاره به سیاست خارجی ایران در دوره کوتاه فرمانروایی شاه اسماعیل می‌نویسد: هرگاه نظری به سیاست خارجی ایران در دوره شاه اسماعیل دوم بیاندازیم، تصویری از قدرت استوار و امنیت در کشورداری صفوی در نظرمان مجسم می شود. اما از ابرهای تیره نیز در شرق و در غرب نشانه‌هایی دیده می شود. هیجانات و تنش‌های بسیاری رخ می‌نماید، اما شخصیت شاه اسماعیل که جنگاوری او را هیچ کس نمی‌تواند انکار کند، موجب پایداری اوضاع است. دورنگری جانشین وی در برابر تنش‌های تهدیدآمیز با باب عالی ازبک‌ها به طور بلاواسطه با ثبات مناسبات داخلی پیوند داشت که البته چندان مساعد نبود. در عهد زمامداری اسماعیل وحشت و هراس سراسر کشور را گرفته بود و او تنها با خونریزی توانسته بود پایه‌های خودکامگی نامحدود خود را استوار سازد. همان تاریخ نویس در پایان پژوهش خود به درستی اشاره می کند که اگر عامل نیرومند ایدئولوژی حکومتی بنیادگذار صفوی نمی بود، بیم آن می رفت که شاهنشاهی صفویان به دنبال مرگ شاه طهماسب دستخوش زوال شود و البته چنانکه از این پس خواهیم دید، اگر پادشاه نیرومندی چون شاه عباس ظهور نمی کرد، شاهنشاهی صفویان به پایان نخستین سده خود نمی رسید. به هر حال تردیدی نیست که با فرمانروایی کوتاه شاه اسماعیل دوم راهی هموار شد که حتی شاه عباس اول نیز نمیتوانست آن را دنبال نکند. کشتن همه نزدیکانی که میتوانست خطری برای شاه داشته باشد، چیرگی حرمسرای شاه و خواجه سرایان و مداخله آنان در همه امور و به ویژه در تربیت شاهزادگان، در نهایت شاهنشاهی صفویان را به لبه پرتگاهی کشاند که با فرمانروایی شاه اسماعیل دوم به طور بازگشت ناپذیری زمینه آن فراهم آمده بود. والتر هینز می‌نویسد: البته در دوره شاه اسماعیل دوم مناسبات با دیگر ملت‌ها به جنگ منجر نشد، اما به هر حال جای تردید است که تنها شهرت گذشته او برای مهار کردن همسایگان پرطمع و غارتگر در شرق و غرب تا مدتی دراز کفایت کرده باشد. به هر تقدیر اقدامات شاه اسماعیل از نظر سیاست خارجی شاهنشاهی صفویان را به لبه پرتگاه فروپاشی راند. اگرچه او نتوانست همه اعضای خاندان خود و فرزندان آنان را یکسره نابود کند، امری که میتوانست موجب فنای ایران شود.
اما کشتار خویشاوندان که با خونسردی انجام می‌گرفت و اعدام‌های بیشمار که اغلب قربانیان آن افرادی بیگناه بودند، تداوم با اقدامات بنیانکن شاهنشاه در زمینه مذهب و نیز ریختن بی‌ملاحظه خون اهالی تاجیک، رشته‌ای را که در روزگار پدر و پدربزرگ شاه اسماعیل دوم ملت را به شاه پیوند می‌داد، به طور خطرناکی سوس کرد. اگر کشور بر شالوده مذهب شیعه که پدر بزرگ شاه اسماعیل با توانمندی و مهارت فراهم آورد استوار نمی بود، تا به ضرباتی را که نواده او با آن همه خیره‌سری برتر از گمان بر آن وارد کرد نمی آورد. باری شاه اسماعیل دوم که به نوشته اسکندر بیک ترکمان به قساوت قلب موصوف بود و هرگز نسبت به برادران و بنی اعمام و بزرگزادگان اشفاق و مهربانی از او به ظهور نرسید و وجود ایشان را خار دولت خود می‌دانست، آهنگ کشتن همه شاهزادگان را کرده بود. او دستور داد تا برادرش میرزا محمد و فرزند او عباس میرزا را نیز بکشند که آن دو به طور معجزه آسایی از مرگ نجات یافتند و همین میرزا محمد پس از مرگ شاه اسماعیل دوم با نام شاه محمد خدابنده به سلطنت رسید. شاه محمد به سبب عارضه‌ای در جوانی از بینایی بهره‌ای چندان نداشت و از این رو همسرش مهداولیا بر وی چیره شده بود. شاه محمد به تحریک وی خواهر خود پریخان خانم را که متهم به قتل شاه اسماعیل دوم بود به قتل رساند. اما از آنجا که مهداولیا نیز زنی جاه طلب، سرسخت و دسیسه کار بود و با امیران مقتدر قزلباش از در عناد و سرکشی در آمده بود، سرانجام اینان به حرم شاه ریختند و مهداولیا و مادر او را کشتند و در این اوضاع آشفته از شاه ناتوان نیز کاری ساخته نبود. اوضاع بیرون کشور نیز به اندازه درون آشفته بود و سلطان مراد سوم با استفاده از این آشفتگی در سامان کشور و ناتوانی شاه، قرارداد صلحی را که در زمان شاه طهماسب پس از 20 سال نبرد با ترکان عثمانی برقرار شده بود برهم زد. سلطان مراد سوم به بخش‌های شمالی و غربی ایران تجاوز و حمله کرد و به تصرف خود درآورد و این وضع نزدیک به 20 سال دوام آورد تا آنکه سرانجام شاه عباس آن سرزمین‌ها را پس گرفت. سلطان مراد سوم که با شاه محمد خدابنده معاصر و به سال 982 هجری برابر با 1574 به خلافت رسیده بود، خود سلطانی سوس، عنصر و زنباره بود. اما آشفتگی درون ایران، ناتوانی شاه و به ویژه اختلافات میان سران قزلباش که از زمان شاه طهماسب پدیدار شده بود تا بدان پای رسیده بود که ترکان بتوانند قرارداد صلح را برهم زنند. در این میان به دنبال کشته شدن مهداولیا و ناتوانی شاه محمد آشوب‌هایی در سراسر کشور ایجاد شده بود و به همین سبب برخی از سران قزلباش بران شده بودند تا عباس میرزا دومین فرزند شاه را به پادشاهی انتخاب کنند. در ربیع الاول سال 989 برابر با می 1581 عباس میرزا شاه سراسر ایران اعلام شد و او که در آن زمان 11 سال بیشتر نداشت با نام شاه عباس بر تخت نشست. اما شاه محمد همچنان در تبریز شاه ایران و پسر ارشد او حمزه نیز ولیعهد بود. پس از لشکرکشی نافرجام شاه به خراسان برای از میان برداشتن شاه عباس کار به مصالحه کشید و در واقع شاه عباس در خراسان شاه بود و دیگر بخش‌های ایران به ظاهر تحت فرمانروایی پدر او قرار داشت. در آغاز سال 993 برابر با 1584 سردار ترک عثمان پاشا که در ارزروم مستقر بود در حالی که مقدمات حمله به آذربایجان را فراهم می‌کرد، شاه محمد در حرمسرا به گربه رقصانی مشغول بود و با آهنگر پسری نیز نرد عشق می‌باخت. پس از حمله ترکان سرداران پیر بران بودند تا مانند زمان شاه طهماسب اهالی تبریز را به بخش‌های امن انتقال داده و دشمن را به داخل شهر خالی از سکنه و آذوقه بکشانند و آنگاه راه تدارک را بر آنان ببندند تا سپاهیان عثمانی تلف شوند. اما سرداران جوان و نورسیدگان یا به نوشته اسکندر بیگ
برخی از جهلا و بدمستان باده غرور که ولیعهد جوان و بی تجربه نیز با آنان همدل بود، راه خوش آمدگویی داشتند، لافهای گزاف زده بران شدند تا شهر را سنگربندی کنند. 50 جوان تبریزی وظیفه داشتند تا از شهر دفاع کنند، اما به سبب کثرت سواران ترک ولیعهد جرأت نکرد وارد جنگ شود و جوانان تبریز نیز به رغم پایداری و دلاوری نتوانستند در برابر توپخانه عثمانی کاری از پیش ببرند. سرداران قزلباش تبریز به اردوی ولیعهد پناه بردند و شاه ناچار به تسلیم شد. اگرچه مردم تبریز به اجبار تسلیم ترکان شدند، اما نیروهای پایداری شهر همچنان برقرار بود تا جایی که برخی از سرداران عثمانی را در حمام کشتند و جسد او را به چاه انداختند. فلسفی می نویسد عثمان پاشا از این خبر به سختی برآشفت و فرمان قتل عام داد. یک روز از بام تا شام سربازان ترک مردم تبریز را از زن و مرد و کودک طعمه شمشیر ساختند و اموالشان را به یغما بردند. در پایان روز که عثمان پاشا به وساطت خیراندیشان امر به ترک مردم کشی کرد، شهر تبریز که از آبادی و زیبایی در سراسر ایران مانند نداشت، به قبرستانی مرگبار مبدل شده بود. پایان بخش دوم خوانش کتاب دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران، بخش از چالدوران تا ترکمانچای. امیدوارم این بخشم برای شما شنوندگان گرامی مفید فایده بوده باشه، چنانچه سودمند بود. با سابسکرایب، لایک و کامنت از این کتابخانه حمایت کنید. سپاسگزارم.